خب سلام، این اولین ویدیو هست از سری ویدیوهایی که من میخوام درست کنم و توی هر کدومشون هدفم اینه که یکی از متن‌هایی توی حوزه مطالعات تئاتر و پرفورمنس که برای خودم متن جذابی بوده رو انتخاب کنم و راجبش حرف بزنم و به این هدفم این نیستش که متن رو خلاصه بکنم، نه، فقط سعی میکنم تا جایی که میتونم شفاف و واضح یه جورایی توضیح بدم که اون متن داره به ما چی میگه. اولین متنی که سراغش رفتم خب یه کتابی هست که شاید برای خودم خیلی جذاب بوده. کتابی هست به اسم The Transformative Power of Performance. خانم فیشر لیخته این کتاب رو نوشته، مثلا ترجمه کنید قدرت نمیدونم مثلا متحول کننده یا دگرگون کننده اجرا. سال 2008 به انگلیسی ترجمه شده، فکر می‌کنم زودتر به زبان آلمانی نوشته شده. و چرا این کتاب برای من جذابه؟ خب این کتاب نظریه‌ای رو داره درش سعی میکنه که خانم فیشر لیخته داره یه نظریه‌ای رو میسازه که خیلی کمک کننده است به ما برای درک بهتر تجربه های تئاتری، مخصوصا حالا اون نوعی از اجرا که نوعهای خاصی از اجرا که خیلی از سالهای 60 و 70 به این طرف با اون اجراهای پرفورمنس آرت ها و مثلا هپنینگ ها و اونها انجام میشه. یعنی خیلی نظریه‌ای که داره میگه خیلی کمک کننده است برای ما. نظریه‌ای که داره میگه منحصر به درک اون اجراها نیست، در واقع برای درک بهتر تمام تجربه های تئاتری است، ولی خب برای اونها هم خیلی، برای اون اجراها هم خیلی کمک کننده است. و خب برای خود من در واقع کل قرن 20 خیلی جذابه. اتفاقاتی که در تئاتر قرن 20 میفته، هر کدوم از اون آدم‌ها واقعا اینه که سفر هم شخصی خیلی جذابی دارن و هم سفر تئاتری خیلی جذابن. هر کدوم واقعا یک جستجوگری و پرسشگری توشونه که خیلی برای خود من به شخص جذابه. ولی خب تو کل این قرن 20 جذاب، خود اون دهه 60 و 70 هم خاطر اون روحیه انقلابی و ساختار شکنانه و همه اونهایی که توی اون اتفاقات پرفورمنس آرتا و همه اونها وجود داره، خب برای خود من به شخص خیلی جذابن. و اصلا خانم فیشر لیخته در واقع فصل اول کتاب رو با تحلیل یکی از کارهای مارینا آبراموویچ، خب یکی از هنرمندان شناخته شده تر پرفورمنس آرت هم هست، با تحلیل یکی از کارهای مارینا آبراموویچ شروع میکنه. من میرم مستقیم سراغ فصل 6 کتاب که تو این چرا؟ به خاطر اینکه در واقع تو این فصلی که خانم فیشر لیخته خیلی مشخص‌تر و واضح‌تر داره در واقع اون نظریه خودش رو توضیح میده. اسم فصل چیه؟ اسم فصل هست اسم فصل هست The Performance as Event، اجرا به مثابه رویداد. و حالا این فصل رو چیکار میکنه توی این فصل؟ کاری که در واقع خانم فیشر لیخته توی این فصل میکنه این هستش که اول میاد به ما یه پیشینه‌ای میده درباره این که اصلا این دیدگاه‌های اجرا به عنوان رویداد اولین بار توسط کیا مطرح شد، چون خانم فیشر لیخته که اولین کسی نبوده که در واقع این دیدگاه ها رو مطرح کرده. خب من یکم قهوه بخورم. میاد اول یه پیشنهادی به ما میده و در واقع غیر از اینکه پیشنهاد به ما میده، میخواد یه ذره هم مشخص بکنه که چرا اینقدر ادعا میکنه که این کسایی که این ادعاها رو مطرح کردن خیلی کار انقلابی کردن. اینطوری شروع میکنه که میگه که اصلا این دیدگاه‌های ماهیت اجرا به عنوان رویداد توی شروع قرن 20 که اهمیت پیدا میکنه. حالا توسط کیا؟ حالا این مهمه که نظریه پردازایی که ازش حرف میزنه خیلی نظریه پرداز جدا از همن، یعنی اینطوری نبوده که اینها با هم جمع بشن و بیان از مثلا دیدگاه اجرا به عنوان رویداد حرف بزنن. اینا کاملا جدا از هم بوده. خب پس گفتیم که میگه که این ماهیت اجرا به عنوان رویداد در واقع در شروع قرن 20 که اهمیت پیدا میکنه. حالا توسط کیا؟ توسط یه کسایی مثلا گیورگ فوکس یا پیتر بهرنز. اینا اسمای آلمانی هم، من شاید که تلفظم از اسم خیلی درست نباشه، ولی میگه آره توسط یه کسایی مثل اینا میان یه ادعا میکنن که تئاتر باید دوباره به اون جشنواره یا فستیوال تبدیل بشه. بعد یکم بدتر از اینا مثلا ماکس هرمان میاد اعلام میکنه که اصلا معنی اصلی تئاتر رو
توی تئاتر جشن تئاتر فست پیدا کرده که این مهمه که میگه این تئاتر فست متشکل از شرکت کنندگان مختلفه که اون شرکت کنندگان مختلف کیان؟ بازیگرها و تماشاگرها با هم. خب اینا خیلی مهمه چون بعداً دقیقاً می‌بینیم که خانم فشاری خان دقیقاً بر اساس ایناست که داره نظریه خودش رو میسازه، استوار میکنه. اینو همه من یه لحظه خب بعد خانم فیشر به ما میگه که در واقع علت این که اینا این ادعاها رو مطرح میکنن این هستش که اینا خیلی احساس میکردن که اون ماهیت زیبایی شناسی خاص تئاتر توی ماهیتش به عنوان رویداده که آشکار میشه، نمایان میشه. و حالا چیز دیگه که میخواد به ما بگه، میخواد بگه که اینا با این ادعاهاشون یه اتفاق مهمی که میفته این هستش که خیلی اون اعتقادات زیبایی شناسی سنتی که همیشه توشون ورک آف آرت بوده که نقطه مرجع بوده، خیلی این اعتقاد زیبایی شناسی سنتی رو میان رد میکنن، چون اینا دارن از یه زیبایی شناسی حرف میزنن که دیگه ورک آف آرت یه امر مصنوعی نقطه مرجعش نیست، دارن از یک رویداد رو میارن وسط نقطه مرجع میذارن. و میگه که میخواد بگه که با این دیدگاهشون واقعا یه بحث‌های پنجره‌های جدیدی یه جوری باز میکنن به اون همه در بحث‌های هنر و زیبایی شناسی. حالا بعد برمیگرده یه ذره برای ما توضیح میده راجع به این که منظورش چیه از اینکه میگه اعتقادات زیبایی شناسی سنتی همیشه ریشه در اثر هنری داشتن. میگه که برای مدت بسیار طولانی ورک آف آرت، اثر هنری، همراه با هنرمند، خالق، آرتیست، یه جایگاه خیلی مرکزی داشتن تو همه بحث‌های هنر و زیبایی شناسی. یعنی هنرمند اصلا به عنوان یه فیگور، یه نابغه، یه قادر مطلقی واقعا در نظر گرفته میشد. اصلا خیلی تولید اثر هنری خیلی تشبیه شده به خلق خدا از این جهان. یعنی همونطوری که خدا این جهان رو خیلی کامل و جامع خلق کرده و هنرمند جامع و کامل خلق کرده، هنرمند هم همون جوری اثر هنریش رو خلق کرده و همونطوری که خیلی در نظر گرفته می‌شده که مثلا یه حقیقت الهی ابدی توی کار این جهان پنهانه و فقط خودش رو آشکار میکنه به کسی که مثلا خیلی در کار این جهان تعمق کنه و مثلا کتاب جهان رو رمزگشایی کنه. اونها در واقع برای هنرمند هم، برای کار هنرمند هم چیزی در نظر گرفته می‌شده که در کار هنرمند هم در اثر هنریش یه حقیقتی رو پنهان کرده، یه حقیقتی درش نهفته است که اون حقیقت فقط به کسی آشکار میشه که مثلا خیلی در اون اثر هنری غوطه‌ور بشه و رمزگشاییش بکنه. اونها بعد اینجا یه اشاره میکنه که حالا این نگاه به هنرمند به عنوان مثلا یه فیگور نابغه و اینا از کجا میاد. میگه در واقع در اواخر قرن 18 ما با ظهور یه جوری، حالا فکر کنم که خیلی کلمه ترجمه بدی براش نباشه، نابغه پرستی مواجهیم. حالا منظور چیه؟ در واقع اینه که خیلی اونجا توجه زیادی میشه به اینکه آقا یه سری افرادی هستن که نبوغ خیلی خاصی دارن. میگه تو اون بحبوحه، یعنی تو اون اوضاع، تو اون دوره، هنرمند میاد خیلی به عنوان یه سوژه مستقل ظاهر میشه. هنرمند به عنوان یه سوژه مستقل که یه اثر هنری مستقل هم خلق میکنه که حقیقتی هم درش نهفته است. و این فرض خانم شلیخته اینجا اینو میگه که این فرض که اثر هنری یه مخزنی از حقیقته و اصلا غیر از این که یه مخزنی از حقیقته، حقیقت هم از طریق هنره که خودش رو آشکار میکنه. یعنی میگه که این فرض که اصلا هنر یه مدیومی میشه که حقیقت از طریقش خودش رو آشکار بکنه. میگه که این تو همه این فرض در همه زیبایی شناسی‌های فلسفی از هگل شما بگیر تا آدورنو تو همشون وجود داره، استثناش فقط نیچه است. حالا بعد یه اشاره اینجا به هایدگر هم میکنه، میگه که در واقع برای هایدگر اصلا اثر هنری یه چیز زیبا و سرگرم کننده نیست، در واقع یه جاییه که حقیقت درش آشکار میشه و یعنی از طریق هنر یه چیزایی درباره زندگی، جهان و انسان و اینها به یه شکل عمیق‌تری نمایان میشه که حالت عادی مثلا اونجوری نمیتونه دیده بشه یا درک بشه یا هر چیزی. میگه حتی گادامر هم مثل هایدگر
اثر هنری کلاسیک رو میگه به عنوان یه چیزی میدید که حقیقتی رو آشکار میکرد، ولی کاری که گادامر میکنه اینه که فوکسش رو بیشتر میبره روی تفسیر، اینترپریتیشن. یعنی میخواد بگه که گادامر هم همچنان برای هنر این ارزش رو قائل بود، برای اثر هنری این ارزش رو قائل بود که یه حقیقتی رو داره آشکار میکنه، یه حقیقتی درش پنهانه، ولی فوکسش رو بیشتر برد روی اون معنا و حقیقتی که از تعامل بین بیننده و اثر هنری بروز پیدا میکنه، به وجود میاد. بعد اینجا میره خانم شایدخته اشاره میکنه به دو تا دیدگاه، دو تا رویکرد در زیبایی شناسی که حالا رویکردهای مدرن تری هستن. چه رویکردهایی هستن؟ یکیش زیبایی شناسی ساختارگرایانه است و یکی دیگرش زیبایی شناسی استراکچرال استتیکس و یکی دیگرش زیبایی شناسی دریافت استتیکس آف ریسپشن، که فکر می‌کنم زیبایی شناسی ساختارگرایانه بعد سالهای مثلا 50 و 60 باشه، زیبایی شناسی دریافت مثلا 60 و 70 اگر اشتباه نکنم. چرا به این دوتا اشاره میکنه؟ در واقع میخواد بگه که این دوتا رویکردهایی هستن که اون ادعا که یه حقیقتی در اثر هنری نهفته است رو نسبی میکنن. حتی توی زیبایی شناسی دریافتش رو میتونیم بگیم که رد میکنن، ولی میگه توی این دوتا هم همچنان اثر هنری به عنوان ورک آف آرت همچنان نقطه مرجع باقی میمونه. حالا من یه توضیح کوچیکی راجع به این دوتا رویکرد میدم، فکر می‌کنم مشخص‌تر باشه منظورش چیه. زیبایی شناسی ساختارگرایانه در واقع یه رویکردی در تحلیل هنره که تمرکزش رو میبره روی اون ساختارها و نظامهای زیربنایی که معنا و فرم اثر هنری رو شکل میدن، تشکیل میدن. در واقع توی این رویکرد دیگه اثر هنری رو نمیاد در نظر بگیره به عنوان یه مثلا به عنوان یه ابراز احساسات فردی هنرمند یا یه چیزی که مثلا یه حقیقتی در برگیرنده مثلا یه حقیقت جهانی و یه حقیقت ذاتی و ایناست. میاد اثر هنری رو به عنوان یه بخشی از، به عنوان محصول یه سری سیستم های ساختاری. اون سیستم های ساختاری چند؟ مثلا زبان، فرهنگ، قواعد اجتماعی و اینا. پس میاد اثر هنری رو به عنوان محصول یه سری سیستم های ساختاری میبینه و اینجوری در واقع باش مواجه میشه و بررسیش میکنه. آره، یعنی اثر هنری به عنوان یه بخشی از یه شبکه‌ای از نشانه ها و معناها. دیگه نمیاد به این نگاه کنه که اوکی مثلا نیت هنرمند چی بوده، مثلا چه میدونم احساسات هنرمند چی، به اینا توجه نمیکنه. میاد به اثر هنری به طور مستقل نگاه میکنه درون یک نظام فرهنگی یا زبانی و اینجوری باهاش مواجه میشه و تحلیلش میکنه. یعنی شما اگه مثلا یه نقاشی رو در نظر بگیرید، رویکرد ساختارگرایانه در واقع میاد به رنگ‌ها، به ترکیب بندی، به نحوه ارتباط بین شکل‌های توی اثر، به اینها نگاه میکنه. به این فکر نمی‌کنه که هنر مثلا چه احساسی داشته، مثلا چه پیامی می‌خواسته منتقل کنه. زیبایی شناسی دریافت حواسم باید باشه که خیلی تاثیر گرفته از گادامره. گفتیم گادامر چی براش مهم بود؟ اون معنایی که از تعامل بین بیننده و اثر هنری به وجود میاد. زیبایی شناسی دریافتم بس الهام گرفته از گادامر. چی رو پررنگ، برای چی خیلی اهمیت قائل میشه؟ برای نقش مخاطب در فرآیند معناسازی. برخلاف همین اون نظریه‌های خلای مقدار سنتی تر که خیلی معنا و ارزش اثر هنری رو محدود می‌کردن به خالق اثر یا به خود اثر، که زیبایی شناسی دریافت اعتقاد خیلی میره روی این که اصلا اون معنا و ارزش اثر هنری توسط مخاطب، توسط اون تجربه‌ای که مخاطب از اثر هنری داره، توسط تفسیری که مخاطب اثر هنری میکنه، اینجوری شکل میگیره. پس این که چجوری داره معنا رو نسبی میکنه دیگه، اینطوری این اعتقاد رو این دیدگاه دیگه وجود نداره که یک معنای ثابتی برای یک اثر هنری وجود داره. نه، دیگه بستگی به دیدگاه، تجربه، اون زمینه تاریخی و فرهنگی مخاطب داره کاملا. پس و اینکه وقتی خب این دیدگاه وجود داشته باشه، پس دیگه کاملا یک اثر برای مخاطب‌های مختلف تو دوره‌های مختلف کاملا میتونه معنای متفاوتی داشته باشه دیگه و
بخاطر اینکه توی این اثر، توی این رویکرد در واقع این مهمه که مخاطب داره چطوری اثر رو درک میکنه، چه حسی به اثر داره، چه تفسیری داره از اثر میده. پس یعنی مخاطب‌های مختلف، حتی در یک دوره هم مخاطب‌های مختلف کاملا ممکنه که برای یک اثر هنری ثابت، یعنی مخاطب‌های مختلف حتی در یک دوره هم کاملا ممکنه که یه اثر هنری رو کاملا یه اثر هنری ثابت رو متفاوت از هم معنا و تفسیر بکنن، حالا بر اساس اون زمینه فرهنگی، تاریخی و حتی تجربه شخصی خودش. خب پس گفتیم که توی این رویکرد حقیقت اثر هنری در واقع یه جورایی حقیقت اثر هنری رو یه جورایی اون دیدگاه مخاطبه که داره شکل میده، نه اینکه بخواد این فرض وجود داشته باشه که یه حقیقت مثلا ذاتی وجود داره. ولی چیزی که توی این رویکرد مهمه چیه؟ اینکه این رویکرد خیلی تاکید میکنه که اون پیش‌فرض‌ها و انتظارات مخاطب که بهش میگه افق انتظارات horizon of expectation، دیگه اون پیش‌فرض‌ها و انتظارات مخاطب که بهش میگه افق انتظارات بر اساس تجربیات قبلی و شرایط اجتماعی فرهنگی مخاطب شکل گرفتن و میگه اون افق انتظارات خیلی تعیین کننده است تو اینکه حالا یه مخاطبی چطوری اثر هنری رو درک میکنه. خب این دوتا رو توضیح دادیم. در واقع خانم شریخته به این دوتا اشاره میکنه برای اینکه میخواد بگه که این دوتا رویکرد نسبت به رویکردهای سنتی تر مدرن ترن از این نظر که میان دیگه اون ادعا رو قائل نیستن برای اینکه اثر هنری ها مثلا یه حقیقت ذاتی داره. مدرن ترن، میان نقش مخاطب رو خیلی پررنگ میکنن توی تولید معنا. ولی میگه حتی تو این دوتا هم همچنان اثر هنری فرم آف آرته که ورک آف آرته که نقطه مرجع بحثه. اثر هنری به عنوان یک چیز thing نقطه مرجعه و اون چیز بودگیش دینسه، چون هم چیز بودگی خیلی ترجمه بدی نباشه، چیز بودگیش از بین نمیره. و در واقع میخواد بگه که همچنان با اینکه اینها رویکردهای مهمترین، همچنان اثر هنری به عنوان یک مصنوع، به عنوان یک امر مصنوع، به عنوان یک آرتفکت در مرکز بحث‌های این دوتا هم وجود داره. وقتی که اثر هنری به عنوان یک امر مصنوع وجود داره، یعنی اصلا بدون صرف نظر از حضور مخاطب هم وجود داره دیگه. حالا اینجا یه توضیحات کوچیکی هم میده در به اینکه وقتی اثر هنری به عنوان یک امر مصنوع وجود داره در واقع چه اتفاقاتی میفته. الان که با وجود یه تغییراتی ممکنه کاملا بکنه اثر هنری در گذر زمان. یعنی حالا چه میدونم مثلا یه مجسمه یا تابلو حتی با وجود مثلا نگهداری‌ها و اینایی که ازش بشه کاملا ممکنه که مثلا رنگش تغییر بکنه، یه اتفاقاتی براش بیفته. ولی خب به هر صورت وقتی به عنوان یک امر مصنوع وجود داره، این مهمه که برای مخاطب‌ها تو دوره‌های مختلف قابل دسترس خواهد بود. یعنی مثلا یک تابلوی قرن 16 هم مثلا شاید کشیده شده، در تمام این دوران مخاطب‌ها میتونستن برن و اون تابلو رو از نزدیک ببینن. هنوز هم توی موزه هست و ما میتونیم بریم اون از نزدیک ببینیم. بعد در فضاهای مختلف میتونه قابل دسترس باشه. و چیز دیگه این هستش که وقتی اثر هنری به عنوان یک چیز باشه، به عنوان یک امر مصنوع باشه، خب مخاطب‌ها در طول زندگیشون بارها میتونن برن به اون اثر رجوع کنن. شما در طول زندگی 4 بار میتونی بری مثلا یه تابلوی داوینچی رو ببینین دیگه. و حالا چون گفتیم دیدگاه مخاطب در تولید معنا مهمه، خب شما در طول 4 سال احتمالاً یه تجربیاتی کردی و آدم متفاوتی شدی دیگه. این هم مهمه که بس وقتی مثلا حالا 4 سال پیش رفتی اثر رو دیدی و الان میری میبینی، احتمالاً معنای متفاوتی هم از اثر خواهی داشت. در صورت این رو میخواد بگه که وقتی به عنوان یک امر مصنوع یک چیز وجود داره اثر هنری، مخاطب در واقع میتونه یه گفتگوی مادام العمری با اون اثر داشته باشه. شما اگه شرایطش رو داشته باشه میتونی هر روز بری مثلا یک اثری رو ببینی دیگه. در واقع راجع به اینها صحبت میکنه خانم پیشلیخته برای اینکه میخواد بگه که وقتی که به این نگاه کنیم که چطوری توی همه این رویکردهای زیبایی شناسی، حتی این رویکردهای مدرن‌تر، یه اثر هنری، یک امر مصنوع
مرکز بحث هاست، نقطه مرجع بحث هاست، اون موقع میتونیم بفهمیم که چقدر این ادعاهایی که میکنن یک کسایی مثلا فوکس و هرمان و بهرنز و اینها که میان از اجرا به عنوان رویداد حرف میزنن چقدر کار انقلابی کردن. چرا؟ به خاطر اینکه میگه که همه بحث‌های زیبایی شناسی تا اون موقع حتی بعد از اینا یه امر مسموع وجود داره توی مرکز بحث‌ها، ولی اینا میان میگن که تئاتر رو به عنوان هنر در نظر میگیرن، ولی میگن دارن یه رویکردی رو یه جورایی شکل میدن که میگن ولی در زیبایی شناسی این هنر یک امر مصنوع دیگه مرکز بحث نیست، یک رویداد مرکز بحثه. که رویداد اتفاق مهمش چیه؟ این هستش که کاملا گذراست، منحصر به فرده، غیر قابل تکراره. و خب اتفاق دیگه ای که وقتی رویداد رو یکی این که خب امر مصنوع نیست، وقتی که ما از رویداد حرف میزنیم یک اتفاق مهم دیگهش اینه که کاملا یک چیز دیگه هم از بین میره، اونم مرزکشی بین تولید کننده و دریافت کننده است. یعنی تو همه بحث‌های زیبایی شناسی شاید این یه مرزکشی وجود داره، یا اون دریافت کننده مخاطب و مثلا حالا تولید کننده اثر هنری، در صورتی که اینجا خب ببینیم که وقتی از رویداد حرف زده میشه کاملا این از بین میره. وقتی که مثلا هرمان میاد از این صحبت میکنه که معنای تئاتر رو در تئاتر جشنی پیدا کرده که شرکت کنندگان مختلف درش حضور دارن، که میگه منظورش هم از شرکت کنندگان مختلف تماشاگران و بازیگران با همه. حالا من یه توضیح کوچیک راجع به این ستا میدم، شاید خیلی خلاصه بخوام راجع به این حرف بزنم خیلی زیاده، ولی خیلی کوچیک میگم فقط در رابطه با اینکه یه ذره شاید مشخص‌تر باشه که چرا اینها اینقدر حالا کارشون اهمیت یه جوری دیدگاهاشون چی بوده. در رابطه با فوکس مثلا ما میتونیم بگیم که فوکس 1909 میاد یه کتابی نویسه به اسم انقلاب تئاتر، و که توی این کتابه که خیلی تاکید میکنه به مفهوم تئاتر به عنوان یک رویداد مشترک و فراگیر، و خیلی تاکید میکنه که به تئاتر نباید به عنوان یک هنر ایستا و ثابت، یه استاتیک آرت فرم نگاه بشه، خیلی باید به تئاتر به عنوان یه تجربه مشارکتی و پویا باید نگاه بشه. بعد مثلا بهرنز در واقع شهرت اصلیش رو توی معماری و طراحی صحنه داره. دیدگاه‌های تئاترش هم خیلی از اون تجربه هاش تاثیر میگیره. خب طراحی‌های تئاترش خیلی زمان خودش انقلابی بودن و توی چی خیلی تمرکز داشته؟ خب خیلی به فضای فیزیکی، اون فیزیکال اسپیس آف تئاتر تاکید داشته. ولی وقتی که از فضای فیزیکی حرف می‌زنه منظورش فقط مثلا دکور و اون صحنه و دکور نیست، در واقع منظورش کل اون محیطیه، کل اون انوایرمنتیه که اجرا داره درش انجام میشه. و خیلی اعتقاد داشته که در واقع طراحی نباید فقط پرکتیکال باشه، فقط کاربردی باشه. در واقع اعتقاد داشته که فضای تئاتر، کل اون محیطی که تئاتر داره درش که اجرا داره درش انجام میشه، باید خودش یه محیط زیبایی شناختی، خودش یه استتیک انوایرمنت باید باشه. و خب دیگه این که مثل ریچارد واگنر خیلی طرفدار ایده یک پارچگی، ادغام یا هم اینتگریشن هنرهای مختلف. حالا منظور از هنرهای مختلف اینجا مثلا معماری و هنرهای تجسمی و موسیقی و تئاتر اینا با همه. بس مثل ریچارد واگنر در واقع خیلی طرفدار این ایده یک پارچگی هنرهای مختلف برای ایجاد یک تجربه هماهنگ و یک پارچه بوده. در واقع خیلی براش اهمیت داشته که تمام جنبه‌های اجرا، دکور، نورپردازی، لباس، صدا، همه اینها باید با هم کار کنن، همه اینها باید به یه هارمونی با هم دیگه برسن که یک تجربه هنری یک پارچه رو خلق کنن و به وجود بیارن. در واقع خیلی به این اعتقاد داشته که این یک پارچگی است که باعث میشه که تئاتر از یه مثلا روی صحنه بردن صرف یک متن تبدیل بشه به یه رویداد فرهنگی فراگیر، مثلا فولی ایمرسیو آرتیستیک چیزی. و خب یه چیز دیگه هم در مورد بهرنز میتونیم بگیم این است که خیلی به نقش مخاطب تاکید داشته و خیلی تاکید داشته که تجربه تئاتر نباید تجربه منفعلانه باشه، مخاطب باید خیلی توی اجرا درگیر بشه، تو طراحی‌هاش هم خیلی سعی میکنه این کار رو انجام بده. خب تو دیدگاه‌های سنتی خیلی مخاطب اجرایی ناظر منفعلی بوده دیگه.
در مورد ماکس هرمان توی 1914 میاد یه مقاله می‌نویسه، فکر می‌کنم اسم مقاله تجربه تئاتری فضا، theatrical experience of space، فکر می‌کنم اسم مقاله این هست. تو اون مقاله هستش که خیلی میاد تاکید میکنه که میاد این ایده تئاتر به عنوان رویداد، اجرا به عنوان رویداد رو مطرح میکنه و به اونجا به تئاتر به عنوان مثلا یه تجربه فضایی و تجربی خیلی نگاه میکنه و خیلی تاکید میکنه به تعامل زنده و خاص بین بازیگران و تماشاگران در یک فضای مشترک. پس دیگه تاکیدش روی متن نیست، به جاش روی ماهیت زنده و گذرای تئاتر به عنوان یک تجربه مشترکه که تاکید میکنه. خب یه کوچیک که راجع به این ستا حرف زدیم، فکر کنم الان دیگه یه ذره مشخص‌تر باشه که چرا اینقدر خانم فیشرلیخت تاکید میکنه روی اینکه اینها خیلی ادعاهای انقلابی کردن. در واقع تاکیدش برای اینه که میخواد بگه که همه بحث زیبایی شناسی تا اون موقع حتی بعد از اینها یک امر مصنوعی درشون مرکز توجه بوده، در صورتی که اینها میان راجع به ماهیت اجرا به عنوان رویداد حرف میزنن که دیگه یعنی رویداد رو میارن مرکز بحث زیبایی شناسیشون. نگاه زیبایی شناسان، مرکز نگاه زیبایی شناسانشون به تئاتر رویدادی که یه پروسه های فراینده گذرا مناسب به فرد و بدون تکرار بوده و درش تمایز بین شرکت کننده ها و تولید کننده ها هم یه جورایی نسبی میشه، یه جورایی از بین میره. در واقع همین که این ادعا که ماهیت زیبایی شناختی تئاتر فقط از ماهیت زیبایی شناختی اجرا فقط از ماهیتش به عنوان رویداده که استخراج میشه، رویدادی که گذراست و درش هم بازیگر و هم تماشاگر هر دو به عنوان شرکت کننده های اصلی رویداد هستن و هر دو تأثیر گذارن. این مهمه. حالا بعد از این کاری که خانم فیشرلیخت توی این فصل میکنه، من فکر میکنم این رو همینجا دیگه تموم بکنم، ادامهش رو باز توی ویدیوی دیگه راجبش صحبت بکنم. پس اینجا برای ما یه پیش زمینه ساخت. حالا میخواد بعد کاری که در اینجا در ادامه فصل میکنه این هست که این ادعاهای در مورد رویداد، اجرا به عنوان رویداد رو میاد وصل میکنه به اتفاقهایی که از زمان در پرفورمنس آرت های دهه 60 و 70 میفته. چطوری به اینها رو به هم وصل میکنه؟ میگه در واقع میگه اون چیزی که اینا داشتن سعی میکردن راجع بهش صحبت بکنن، اون نوعی از تئاتر، نوعی از اجرا رو که نوعی از نگاه به تئاتر رو که اینها داشتن راجع بهش صحبت میکنن، میگه ما اونو خیلی میبینیم. به عنوان میگه که در واقع راجع میگه که خیلی شرط بدیهی و ضروری تو اجراهای 1960 به بعد میشه. یعنی در واقع میگه ما اونی که اونا رو حرف میزنن خیلی اینجا میبینیم که چطوری نمود پیدا میکنه. حالا یه توضیح کوچیکی هم راجع به پرفورمنس هنرمندانی که در واقع توی پرفورمنس آرت و اکشن آرت و اینها فعال بودن یه توضیح کوچیکی میده راجع به اینکه خب چرا اینها رفتن سراغ این نوع‌های خاص از اجرا، که در واقع راجع به این صحبت میکنه که در واقع حرکت اینها خیلی به عنوان یک جور مقاومت در برابر تولید آثار هنری به عنوان اشیاء قابل خرید و فروش بوده، به عنوان مقاومت در برابر تولید اثر هنری به عنوان یک کالای قابل عرضه در بازار. در واقع به خاطر همینه که اینا میرن سراغ اینکه اثرشون دیگه در واقع یه چیز قابل خرید و فروش نباشه که شما رو برید بخری بزنید تو دیوار خونت، روی دیوار اتاق نشیمنت مثلا نشون بدید. در واقع اینها به خاطر همین یا بریستن دوست گفت صندوق نگهداری، در واقع اینها میرن سراغ اجراهایی که خیلی وقتی اجرایی اصلا فقط یک بار میتونه اجرا بشه. مثلا یه اجرایی هستش که در واقع مثلا پرفورمنس هنرمند داره چیکار میکنه، به دستش شلیک میکنه، مثلا اجرایی دیگه نمیتونه اصلا تکرار بشه، یا مثلا خیلی وقتی اجرایی مثلا دیگه اصلا مخاطب نداشته. میگه در واقع تو اجراهای اینها هم ما دیدیم که اونها چطوری از چی حرف زدن، گفتن از یک رویداد حرف زدن که گذراست، که چطور غیر قابل تکراره و اینها. میگه ما در کارهای اینها هم میبینیم که چطور اینها دقیقاً دوباره مرکز توجه قرار میگیره. گذرا بودن رویداد، یگانگیش و منحصر به فرد بودن.
حالا من در ادامه در ویدیوی بعدی دقیقاً چیزی که سراغش میرم دقیقاً در رابطه با اینکه دیگه اوکی خانم فشلیخته حالا چطوری نظریه خودش رو که برای نظریه اجرا به عنوان رویداد خودش 3 تا ویژگی اسپکت 3 تا خصوصیت در نظر میگیره. من احتمالاً توی ویدیوهای بعدی توی هر ویدیو احتمالاً در مورد یکی از این ویژگی هایی که برای نظریه اجرا به عنوان رویدادش صحبت میکنه حرف میزنم و همین. مرسی و امیدوارم که یه مقدار روشن بوده باشه چیزهایی که توی این ویدیو ازشون حرف زدم.